بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، امروزها در حیات امروزمان گاه نمی ارزده حالتها قسم خوردن انسانها را وامیخوره. بعضی ها برای یک برادرشون کتی یا که یک یار دوستشون کتی یا که همسایه‌شون کتی گپ نزدن با. بعضی ها برای خودشون یک کارنده حق بدنشون اثبات کردن، یا بعضی سوداگرها برای مالشون خریدار بگذرانیدن قسم میخورن. و حالان که اکثریت همین قسم میخوردگی ها درباره قسم یگان معلومات شرعی ندارن، زیرا دین مبین اسلام من شما از تا قدر امکان از قسم خوردن میگردوند. الله تعالی در قرآن کریم میفرماید شما برای عملهای صالح کردنتان و در تقوا شدنتان و برای اصلاح کردن بین انسانها برای قسمهایتان نام پروردگارتان را کندلنگ نگذارید. یعنی از معنای همین آیت معلوم شده ساده است که به حده بیهوده نمی ارزی کارها قسم خوردن جایز نبوده است. اگر مبادا ضرورت پیدا شده قسم خوردمونیم، فقط به نام الله تعالی قسم خوریم بس. لیکن قسم چه خیلی میشته است؟ یکم قسم غاموس یعنی قسم دروغ، دوم قسم لغو قسم بیهوده، سوم قسم منعقد میگفتن. یگان کارش ده گذشتگی و قسم دروغ خورد اگر انسان و قسم غاموس بس که این خیلی گناه کبیر شمرده میشده است. یعنی مثال یک کس یک کار کرده باشد و های بگ من بالله همین کار نکردم گویا دیگری و قسم دروغ خوردگی میشد و قسم غاموس خوردگی میشد، در نتیجه گناهکار میشد. کدام کس همین قسم غاموس خردگری و گناه کبیر کرده میشد. سبب غاموس ماندن این قسم هم بس که این قسم صاحبش اول گناهکار کرده بعد به دوزخ روانه میکرده است. در صحیح البخاری آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که گناههای کبیره را نامبر کردن، همین گناههای قطار گناههای کبیره و همین قسم غاموس هم در آوردن. یعنی گناههای کبیره نامبر کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم یکم با الله تعالی شرک آوردن، با پدر و مادر آق شدن، خون ناحق ریختن و قسم غاموس خوردن. دویم خیلی قسم همین خیلی بوده است که اگر درباره یگان کار شده گذشتگی گمان داشته برای خودش حق شماریدن قسم خورد، این قسم لغو بوده است. مثال یک کس گفت که بالله من شما را دیروز در بازار دیدم، گفت در اصل باشد و دیگر کس را دیدگی، فقط همین به مانند آدم را دیده، اینجا نوع عدم شکر موندگی. انا همین قسم لغو میفتن. قسم خوردگی است گرچنده در نزد الله تعالی گناهکار نشودم، لیکن از رحمت پروردگار امید کرده استغفار خوانده موندنش لازم است. سوم خیلی قسم، این قسم منعقد گفتی قسم است، یعنی در آینده کار کردن یا نکردن به قسم خوردن. اگر همون قسم منعقد خورده آدم انسان، یعنی در آینده کار میکنم یا نمیکنم تا قسم خورده مونه دیگری، البته همون قسم از ویران شوه دیگری، این کسب کفارت واجب میشده است. حتی همین قسم منعقد، همین قسم خوردگیش خواه قصدن، خواه سهوا، خواه مجبورا ویران کرده موند هم البته این به کفارت واجب میشده است. چخیلی که در بالا ما ذکر کرده گذاشتیم، قسم خوردن فقط به نام الله تعالی جایز بوده است و خلاص. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من حلف بغیر الله تعالی فقط اشرک، یعنی کدام کس غیر از الله تعالی به دیگر چیز قسم خورده دیگری و گویا که با الله تعالی شرک آوردگی میشده است. اگر من بسیار مانده رسم چگی در جای های ما من قسم میخورن مزار بابام زند
یا روح ارباح زند یا نون کور کند گفتی قسم های میخورن. این قسم ها چه خیلی واضح گفته گذشته این قسم خودی که گناهکار میشته است، این قسم هم حساب کرده نمیشته است. لیکن بازم جای مونده 5 قسم میاد از خدا گردم خدا زند گفتی قسم میخورن، این قسم هم قسم حساب کرده میشته است. اگر همه ویران کردن اون نگری البته این کس ها هم کفارت واجب میشته است. یا که یک کس بود که من همین کار کنم یا نکنم مجوسی شوم یا که نصرانی شوم یا که یهودی شوم یا که بی ایمان شوم گفته قسم خورد دیگری، البته این قسم هم قسم میشده است. اگر ویران کردم اون دیگری وای به کفارت واجب میشده است. بازم بعضی یک قسم ها بوده است که من یک چیز حلال برای خودش حرام کردم من قسم خوردم موند. مثال یک کس بود که بالله انا همین اصل برای من حرام گفته قسم خورد، گرچه این قسم خوردگیش با الله تعالی پسند نهایت هم، لیکن این به اطاعت کردنش رعایت کردنش شرط میشده است. رفت ویران کرده موند البته وای به کفارت واجب میشده است. یا که برای کارهای گناه قسم خورده موند. مثال یک کسی گفت که بالله من فلان چه میزنم یا بالله من فلان چیزش میدوزم یا بالله من با پدرم یا که با مادرم گپ نمیزنم تا قسم خورده موند. البته و این قسم خوردگیش به گناهکار میشه چون این خیلی قسم خوردن حرام بوده شریعت دین من شمانده. لیکن اگر رفت این همون قسمش ویران کردنش هم برای وی واجب میشه است. تیزتر همون قسمش ویران کرده برای همون قسم خوردگیش البته کفارت وی به واجب میشه است. بازم یک خیلی قسم بوده است که از دستش نمی آمده یک کار به قسم خورده موند. مثال گوییم من بالله من همین سنگ من طلا و تبدیل میدهم گفته مونده دیگری، انا حوینده همون قسم خودگیش در حال بیکار میشده است، ویران میشده است و به کفارت واجب میشه است. لیکن محترم اهل اسلام کفارت قسم الله تعالی در قرآن مبین خودش عنق روشن تاکید کرده موندگی اگر 3 عمل الله تعالی تاکید تعیین کرده مانده است مبادا همین قسم خورده قسمام ویران کرده مونم اگری 3 عمل را تعیین کرده مانده است الله تعالی از همین 3 عمل کدامش بجا بیارم اگری کفارتی قسم داده میشتیم. یک قل را آزاد کردن، دوم 10 مسکین را سیر کردن یا که یک قبض سر و لباس پوشانوندن، سوم 3 روز پی در پی روزه داشتن. از ان همین 3 عمل کدامش بجا بیارم اگری من شما همون کفارت قسم خوردگی می دادگی میشتیم. خیلی که در بالا ذکر کرده گذاشتیم دین اسلام تا قدر امکان از قسم خوردن میگرداند، زیرا هر یک شخص مسلمان از زبانش برآمدگی گپ سخنش به مسئول جوابگر. برای همین هم هر یک شخص من همین از زبانش می برآمدگی گپش به مسئول بدگیشه روز قیامت جوابگر بدنشه حس کرده گرده دیگری البته وی گپ دروغ نمیزند، در نتیجه قسم خوردن به حاجت نمیموند. خدای عز و جل دائما در زبانهایمان گپ حق را و ذکر خودش را گفته گرچه را نصیب روزی گرداند. الحمدلله الصلاة و السلام علی رسوله اشرف الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.